روزه دهن بند کردن نیست مثل حیوانات واره. فرق است بین انسان و حیوان. روزه یکی از جمله موارد آزمایش الله تبارک و تعالی است که تو فرق میشی با حیوان. حیوان هم در پوزکش گواره مردم چی میکنه؟ پوزبند میده. او در تمام روز جغل کده رایسته، گندم و جو هسته، دلش میشه لیکن دان آواز کده نمیتونه. او هم روزدار است. نه، روزداری تو از او فرق داره. تو به یک احساس و شعور دهن بند کرده ای. هر لحظه برات اختیار است که آب بخوری، هر لحظه برات اختیار است بند نیستی. کسی اینجا سری تو کدام چیره زولانه را ننداخته در دهنت که دهن آواز نتانی. تو هر لحظه برات طعام مهیاست، هر لحظه برات آب مهیاست، اما کدام چیزی که تو را کنترل میکنه و چیز فرمان الله تبارک و تعالی است. این اینجاست که مقام و شرافت تو، منزلت تو در کجا میرسه. الله که افتخار میکنه سری ملائک به می افتخار میکنه که ملک بی این بنده مرا قوه شهوتش هست، قوه غریزی خوردنش هست، قوه که تقاضای نوشیدن داره هست، اما بی چقدر تابعدار و فرمان بردار فرمان است، نمیخوره. اونجاست که تو مرتبه از مقام ملک بالا میشه، مرتبه تو دو مقام میشه که الله سرت افتخار میکنه. اونو وقت تو روزه دار بشی. مفهوم روزه اینمیسته. قرآن از همین خاطر کدام روزه که در انسان تقوا پیدا نکرد، انگیزه پیدا نکرد که باعث عمل کردن مامورات و اجتناب از منهیات شود، او روزه نیست. روزه امو روزه است که اینمی قوت در تو پیدا شود و قوت بگیره، مستحکم شود، ریشه دار شود که تو هر امر الله را عملی کنی و از هر نهی الله اجتناب بکنی. اونو وقتی روزه است. برای ما واضح شد که ذریعه تقوا چی چیز است؟ روزه گرفتن است. نفس روح تقویت پیدا میکنه، نفس تهذیب میشه، پاک میشه، و در اینجاست که انسان رابطهش با الله تبارک و تعالی خیلی قوی میشه. چرا؟ به خاطری که تا زمانی که خوردن نوشیدن میکنی، تعلق انسان قطع خوردن در تلاشش، در پیدا کردنش، در خوردنش هسته. آلی او چیزا نیسته. خودت گوشه کرده ای و یک رابطه تا با الله تبارک و تعالی برقرار ساخته ای. آلی الله دیگه آسانی را میگه ایام معدودات، او قدر روزای دور و دراز نیست. 11 ماه را خورده ای، یک ماه است که 29 روز بعضی اوقات و بعضی اوقات 30 روز میشه. ماها یا 29 می باشه و یا 30 می باشه. کدام سالایی که روزا ما 29 می باشه، عوام میگه و یک روزه خورده شد. از دروغ از جانی خود نگوی، خورده شد. فتوای غلط از شکم خود نده. در دین ما، در شریعت اسلامی، ما گاهی 29 روز می باشه و گاهی 30 روز می باشه. به دیدن گرفته میشه و به دیدن خورده میشه. چرا خورده شو یک روز؟ حتمی و ضروری نیست. بسیار عواما یک روز باز قضا میاره. این شریعت از خود ساختن است. تو پابند دین هستی. دین برای تو که کدام گپ میگه امور باید یاد داشته باشی. الله دیگه امر سهولت برای ما گفت که ایام معدودات، این فرض کرده شده در روزای چی؟ شمار شده، یعنی کم است، معدود است. ما و شما فهمیدیم امروز چندم روز است؟ 16 روز است. شما فهمیدید؟ عمر سینمی قسم تیر میشه. سعی کنی ببینی 11 ماه امام تیر شده بود، این ماه دیگه 16 روز امام تیر شده. ماهای دیگر را فرق کنی با این ماها. چقدر عبادت های الله در رمضان اضافه شده از دیگه ماها کرده، چقدر تلاوت قرآن شنیده، چقدر در درس قرآن الله براتان نصیب کرد حاضر شده، چقدر عبادات الله را کردی و چقدر پابند دین الله شدی در این ماه. عمره خود تیر شده ولی این 16 روز قطعی 11 ماه دیگه قطعا قابل مقایسه نیست. این 16 روز علاوه یک روزی است. صبح خیسته احساس کرده ای که من سبا روزدار هستم، فرمان الله را بجا میارم، نماز با جماعت خوانده ای، در پس شوی خیسته ای وضو کرده ای، 2 رکعت نفل خوانده ای، دعا کرده ای، در وقت افطار دعا کرده ای، درد دل غریب خبر شده ای که فایده های اجتماعی روز است. این برات واضح میشه. اینجاست که انسان عمر خود مقایسه میکنه، درک میکنه کدام عمر است. عمر خامو عمر است که در طاعت و عبادت الله تیر شود، اما تر خود تیر میشه. خو لیکن کدام عمر که یقینا در طاعت الله تیر میشه، اون مایه خوشبختی انسان است. لعلکم تتقون به می خاطر میگه که روزه با این خاطر است که شما متقی جور شوید. او در تتقون اشاره به ایسته که در انسان
امی انگیزه تقوا، امی ملکه تقوا، ای به تدریج قوت پیدا میکنه. به تدریج تقاضایش اینه میسته، روز به روز نفس ضعیف میشه، روح قوت پیدا میکنه، رابطیت با الله زیاد میشه، در تو حتما احساس و شعور پیدا میشه که من یک بنده الله تبارک و تعالی هستم. فلسفه روزه اینه میست. اگر هیچ فلسفه دیگر نداشته باشه، حالا که فلسفه اجتماعی داره. چرا فلسفه اجتماعی داره؟ سالا من در خانه خود هر چیز فراوان می آمد، هیچ دلم خبر نمی شدم که همسایه چی حالت داره، چه قسم است. اما وقتی که من در بازار میرم، همه چیزی که میبینم دلم خیلی میل و رغبت برش داره که امیره بخرم و بخورم. اما روزه است نمیتونم. اینجا از دل فقیرم خبر میشم که فقیرم امیطور نفس داره. زمانی که در بازار تیر میشه، در گوشت دلش میشه، در میوه خوب دلش میشه، در چیزی خوب دلش میشه. اما یک مانع وجود داره. اینجا مانع فرمان الله است، اونجا مانع چیزی نیست که او را بخره، مال نیست که برآورده بسازه. اینجا از درد دل فقیر خبر میشی که یقینا چطور گپ است. وقتی خودت گوش نشوی، عالی خوب گوش نشده، دمی موقع گوشنگیت یک کسی افطار روزه فقط نان، یک پرچه نان خشک برات میده، چقدر تشکری و احترامی از او را داری. بسیار از او تشکری میکنی که در اینطور موقع گرسنگی ما تو امداد کردی. در دلت میگرده که آدمی غریبی دیگه باشه، اگر من قطش امداد میکنم چی احساسی او داره؟ خود به خودی انگیزه برات پیدا میشه که بعد آدمی غریب نگذارم. اگر ما یقینا درس روزه را بگیریم و امی احساس در ذهن ما پیدا شود، یک نفر فقیر باقی نمیمانه. هر کسی احساس داره که من فقیر، ضرورتش باید دفع بکنم، یک فقیر باقی نمیمانه. روزه نمی درس بر ما میده، فایده اجتماعیش است، درس مساوات میده. مساوات پاچا و یک آدم چوپان، استاد و شاگرد کلگی یکسان است. در یک موقف قرار داریم، طلوع فجر میشه کلگی بند است، یک قسم، تا وقتی که باز غروب آفتاب نآمده. مساوات در کدام نظام است؟ در دین اسلام است. ایتو نیست که پاچا بخوره رعیت نه. یکی خو عوام است، عواما چی میگه؟ پاچا میگه روزه را بخوره. چرا؟ در امور مسلمان ها فکر میکنه فکرش خراب نشود. فکر در روزه گرفتن صحیح میشه. بله، فکر او کسایی خراب میشه که معتاد است، یا معتاد نسوار است، یا سیگرت است، یا چرس است، یا افیون است. معتاد، آدمی معتاد فکرش خراب میشه. اما کسی که معتاد نباشه فکرش در روزه دیگه هم قوت پیدا میکنه، قلبش صفا میشه. عالی در زیر فشاری چی؟ ازدحام طعام و شراب نامده، بالکل صاف است فکرش. از امو خاطر کسی که مطالعه میکنه در دم صبح مطالعه بکنه. در امتحان که در صحنه امتحان که میرفته بیگاه خود گیج نکنه از خفتن، نه، خفتن خو کنه. همی شب که نماز خوانده زودی که خو کنه، خود صبح وقت بخیزی. اینجا معده خالی است، اینجا فکر انسان برابر است. تو نمو وقت درس بخوان، باز در صحنه امتحان برات معلوم میشه که اول نمره میشی سوال حل میتونی یا نمیتونی. خب مردم ما بیچاره گپا را درک نمیتونه. اسلام کدام برنامهش چیست؟ تربیتی نیست و ثمر بخش نیست. هر برنامهش است. روزه فواید طبی چی قدر داره؟ 1400 سال پیش کسی نمیفهمید که روزه چی فوایدی داره. امروز دکترای ژاپن سرش تحقیق میکنه، امروز دکترای روسیه سرش تحقیق میکنه که روزه چی فوایدی داره. یکی از جمله فوایدش، بزرگترین فایده، سرطانی طور مرضی است که هیچ علاج نداره با جز از کی؟ روزه گرفتن. طب این ثابت کرده که یکی از عوامل از بین رفتن سرطان که دیگه هیچ عامل نداره، روزه است، که روزه او را از بین میبره. دیگه موارد خو خیلی زیاد است. حالی وقتی که در دکتر بشینی که برات میگه که کلی اعضای تو 11 ماه فعالیت کرده، ای بیخی خسته شده، هر چیز حالی، چربی زیاد شده و زیاد شده و شیرینی زیاد شده، در یک رمضان مبارک چی میشه؟ کلی ازی پس اعتدال پیدا میکنه، نورمال میشه. چطور هستی؟ والا سابق سرم خیلی زیاد درد میکرد، حالی که تا روزه گرفتم سرم سردردیم گم شده. سابق سست و پست بودم، حالی خیلی چست و چالاک هستم. کلی گپا برآورده میشه. روزه
ما خود تنها همی که عقیده داریم که الله حکم الله است و حکم الله به مصلحت نیست، همی کفایت میکنه. اما عملا ما میبینیم که روزه چی اثرات داره. روزه گهواره تربیتی است برای انسان تربیت اخلاقی پیدا میکنه. چه قسم تربیت شوه در روزه؟ چطور پیغمبر علیه السلام چطور میگه؟ فان صابه احد او قاتله، اگر کسی دشنام داد به یک روزه دار یا قطش جنگ نظام کرد، چی بگه؟ فلیقل انی صائم، باید بگه من روزه دار هستم. نه سر کار ندارم، نه سر کار ندارم، هر چی که میگی. الله اکبر، چی درس میده برای انسان؟ من روزه دار هستم، من مطابق فرمان الله زندگی میکنم. اگر می روزه داری در کل زندگی ما باشه، نزاع و جنگ پیدا میشه، خدا بزنه او آدم، قطعی تو جر و بحث بکنه، خود تو نداری خطش، جنگ واقع میشه. نه، جنگ خود وقتی واقع میشه که او خدا سیر معرفی میکنه، تو 2 سیر، بازو خدا 3 سیر، تو خدا 4 سیر، زدن کرد میشه. اگر بگو که من قطع نزاع ندارم، خلاص هیچ جنگی نیسته. روزه برای انسان تربیت اخلاقی میده که چه قسم اخلاق ما باید داشته باشیم، چه قسم اخلاق داشته باشیم. این روزه است. قرآن کریم برای ما میگه دیگه سهولت، فمن کان منکم مریضا، کسی که از شما مریض باشه، او علی سفرین، یا در سفر، فعدت، لازم است بالای شمار کردنی، من ایام اخر، روزای دیگر. در اینجا بخوره در وقتی که مقیم شد مسافر و مریض شفا پیدا کرد، به اندازه که روزها را خورده امو اندازه روزها را قضا بیاره. این دیگه آسانی. الله ما را مجبور نکرد که خامخا در هر حالت و در هر وضعیت باید بگیری، نه، برای ما دیگه هم آسانی را آورد. این کلی اموری آسان کننده بود که ما را وادار به این میکرد که ما قطع روزه میل و محبت داشته باشیم و این را به کمال محبت بگیریم. اما خو میگم که یقینا کدام جمع و جوشی که در روزه می باشه در یک ماه دیگه نیسته. لذتی که در طعام روزه است در هیچ طعام دیگری وجود، محبتی که در روزه در بین مردم است در دیگه ما دیده نمیشه. تنها جمع و جوشی که در مساجد الله پر از عابدین می باشه، از نمازخانه می باشه، در دیگه وقت است. خدمت قرآن که در اینجا میشه، صدقاتی که در ماه مبارک میشه در کدام ماه دیگه میشه؟ نمیشه. الله تبارک و تعالی ما را پر برکت کرده و الله پر برکت داشته باشه. الله توفیق بده که ما و شما هم آن چیزی که مناسب حال ماست، حال اسلام ماست، امور در این روزه انجام داده بتانیم. کم وقت باقی مانده، سعی که 16 روز تیر شد، اقلیت باقی مانده، نکنیم غفلت نکنیم. باز هم این عمر تیر شده رایسته، به تلاش بکنیم امی باقی روزهای خود هم ثمر بخش بسازیم، با تلاوت قرآن، با عبادت زیاد، با مساعدت و کمک با فقیر و غریب، یتیم و بیوه، با شنیدن قرآن کریم، با آمدن درس قرآن کریم، با دعوت دادن به برادرای مسلمان خود. تو همسایه داریم که در عمر در مسجد نرفته، الله اکبر نماز نخوانده، برو در خانش بیشی قطش، بیا درم روزه است، بیا بریم. تو چرا اینطور گوشه اختیار کردی؟ اسلام اینی تقاضا را داره، اینی دعوت داره. اگر هر کدامی در این فکر و در این تلاش باشیم، یک نفر پیدا میشه که او خلاف باشه، قطعا نه. اما ما امروز شیوه دعوت قطعا نداریم، راه دعوت قطعا نداریم. از او خاطر الله تبارک و تعالی دیگه آسانی را بر ما آورد. کسی که مریض و مسافر باشه، البته در جمله مریض و مسافر در این حکم که الله این حکم به خاطر از اینکه آسانی بالای مسافر و مریض بیا، آیا روزه گرفتنشان چطور است؟ برای مسافر خو اگر تکلیف و مشقت سرش نباشه بهتر است که بگیره. وان تصوموا خیر لکم پشت سر بر ما میآید. چرا؟ به خاطری که یادتان باشه برکت روز اینقدر زیاد است. اگر کسی به عذر این روزه را بخوره، در حدیث میآید که تمام عمر قضای شبیه را برابری برکت روزه نمیشه. این را یاد داشته باشی. از او خاطر سهل انگاری به این گپا نشوه، بهانه طلبی نشوه که من اینطور هستم. بله، عذر محقق، عذری که یقینی واقعیت باشه، موجود باشه، اسلام اجازه داده. به زنی که حامله است، طفلش متضرر میشه، خودش حالاتش خراب میشه، برش جایز است روزه را بخوره، عوضش در دیگه وقت قضا بیاره. همچنان به زنی که شیر میده به طفل خود، یا نفس خودش در خطر است، یا طفلش شیرش کمبود است و سبب گرسنگی طفلش میشه، باز برای ازی جایز است که روزه را بخوره، اما قضایش در آینده بیاره. همچنان شیخ فانی که این عالمه و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین،
بالای کسانی که توانایی داره فدیه دادن طعام مسکین است. مفسرین میفرما در اول وقتی که روزه فرض شد مسئله اختیاری بود، کسی روزه میگرفت روزه بگیره، کسی توان فدیه را داشت فدیه بده، هیچ روزه نگیره. چرا؟ روزه فرض کردن سری مردم در اول وهلت سختی میکرد سری مردم، از زمو خاطر اختیاری بود. پس آن الله تبارک و تعالی حکم یک طرفه کرد، یک جانبه کرد، گفت که کسی که در روزه حاضر باشه باید بگیره. حالی دیگه مسئله فدیه دادن از بین رفت. این مرحله اول بود، الله تبارک و تعالی حکم منسوخ کرد. حالی دیگه برای کسی اختیار نیست که روزه نگیره و فدیه بده، بجز از او کسایی که شیخ فانی است که حالی مسئله ش بیان میکنیم. یک توجیه در آیت. دوم توجیه وعلى الذين بالای کسانی که یطیقونه و توانایی صدقه فطره داره فدیتون فدیه دادن است طعام مسکین، طعام دادن یک مسکین. شاه ولی الله محدث دیلوی رحمه الله میگه هو ضمیر در یطیقونه هو به صدقه فطر راجع است. کوکی صدقه فطر در اینجا ذکر نشده، بحث ماه رمضان است. او ماه رمضان صدقه فطر قطش می باشه، از او خاطر اینجا مراد صدقه فطر است. یوم خب حکم است بنگی برالاست. اگر آیت قرآن نباشه حدیث پیغمبر است. پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که توانایی داره باید چی بده؟ فدیه را بده. او طعام برای کی است؟ طعمة للمساکین آمده. اگرچه در فقه مصارف زکات مصارف فدیه مقرر کرده، اما در حدیث فقط خوراک برای کی است؟ مسکین. حق مسکین است. بعد به مسکین داده شود، به کسی دیگر داده نشود، لیستا گرفته نشود. به ملا اگر داده قطعا صدقه فطرتان باقی است، امی قسم باقی مانده، چندین سال کی داده، امی چندین سال باقی است. حالی تدارکش بکنید در مسکینا بده، به خاطری که در حدیث طعمة للمساکین گفته. اگر این آیت حمل سری صدقه فطران بکنیم، قرآن هم میگه فدیتون طعام مسکین گفته. بالکل این چه قدر است؟ یک نفر خوراک دادن. اگر کسی به اعتبار وزن میده که مردم میگه خورد کم یک چارک گندم، نه 2 کیلو و 175 گرم گندم باید بده، بلکه 3 کیلو بده. بهترین گپ است که باید داده شود. این دوم. سوم وعلى الذين يطيقونه بالای کسانی که یطیقونه سلب طاقت شده روزه را گرفتن نمیتونه، شیخای فانی است، فدیتون فدیه دادن است طعام مسکین، طعام دادن مسکین. یک آدم شیخ فانی شده، آنقدر کلانسال شده که حالی روزه را گرفتن نمیتونه، حالی عوضش هر روز فدیه بده، یک مسکین خوراک بده، خلاص است. اینجا یطیقونه به معنای سلب طاقت است، کسایی که طاقتش سلب شده. هر مرضی که انسان وادار به خوردن میسازه، او مرض هم تو را اجازه میده که روزی تا بخور. خب اونجا فدیه داده نمیتونی، امید جور شده نداری، قضا بیار. بله اگر در سر حدی رسیدی که باز امید جور شدن نداری، در اون صورت باز فدیه میتونی. در غیر ازی تنها برای شیخ فانی است. شیخ فانی کسی است که سن و سالش بلند شده، بازو جوان نمیشه، بازو طاقت و توان پیدا نمیکنه که روزه را بگیره، از او خاطر وا فدیه را وقت بده. مریضی که امید جور شدن نداشته باشه، این در حکم شیخ فانی است، دیگه نیست. دیگه وعلى الذين يطيقونه بالای کسانی که یطیقونه طاقت داره فدیتو طعام مسکین، توانایی مالی داره، امروزه بگیره و برای مسکین هر روز فدیه بده. اینجا امروزه گرفتن فدیه دادن است، باید بده. توانایی مالی داره، این دیگه حکم. لیکن راجح ترین قول در اینجا که هیچ در آیت هم خرابی نبید، یطیقون به طاقت یعنی به بسیار مشقت و تکلیف گرفتن نمیگه. و علی الذین بالای کسانی که یطیقونه به بسیار مشقت و تکلیف روزه را میگیره. مردم های شیخ فانی است، خیلی کلانسال شده، بله روزه را گرفته میتونه، لیکن بسیار با سختی، زوف سرش میآید، بیحال میشه. او طور مردم ها روزه را نگیره. فدیت و طعام مسکین، فدیه دادن چی است بگه؟ طعام مسکین است. فمن تطوع خیرا، کسی که به خوشی خود زاید از مقدار معین، فمن تطوع کسی که جوان مردی میکنه خیرا در کاری خیر، فهو خیر له، ای بری از بهتر است. هر کاری خیره که انسان جوان مردی میکنه، جوان مردی چی نمیگه؟ سرت نیست خودتو میدی، سرت نیست خودتو میدی، اینی را تطوع میگه. اینجا 3 قسم جوان مردی میشه. یکی 2 کیلو گندم است، تو چی میدی برش؟ 4 کیلو میدی.
یک مسکین طعامش است تو دو مسکین میدی. یک وقت طعام است تو دو وقت برش میدی. خب ایرا میگه جوان مردی. ایرا چی میگه؟ جوان مردی میگه. بیا جوان مردی مردم ما را ببین. جوان مردی مردم ما چطور است؟ شما خبر داری؟ داد بزنه ملاها برآمده خیرات ها را منع میکنه. من تو را امتحان میکنم جناب حاجی صاحب که میگه پا را میزنی. در صدقه فطر چیزی که در نص ثابت است، در حدیث ثابت است، خرماست، کشمیش است و بگوی دیگه گندم است، جو است، پنیر است و پنیر است. اینی 5 چیز در چی آمده؟ در یک حدیث کلمه طعام آمده. از او خاطر محدثین میگه این کلمه طعام بعضیش خاص میسازه به گندم، چرا که در مقابلش جو ذکر شده. بعضی میگه نه کلمه عام است. اگر عام بگیریم باز برنج، بگوی نسک، دال، چیستا، لوبیا، جواری، هر چیزی که به نام طعام نامیده میشه اونمو هم است. خب محدثین میگه مراد از این طعامی که غالب در مشار استفاده میشه امو طعام است. در یک شار در سمت شمال برنج زیاد استفاده میشه، در یک سمت دیگه گندم زیاد استفاده میشه، در یک سمت دیگه باقولی زیاد استفاده میشه. اینا امو طعامی که غالب شار در او استعمالش است اونمو مراد است و امو را داده میتونیم. در 5 چیز حالی قیمت ترین چیز چی است؟ پنیر. پنیر 1 کیلویش حالی چی قدر است؟ هیچ پیدا نمیشه که پیدا شه 500 افغانی است. هست یا نیست؟ هست؟ کدام حاجی صاحبی خیلی سرمایه دار داده پنیر تالی را داده؟ برو پنیر پیدا نمیشه، خیلی قیمت است. بعد از او در مرحله دوم کشمش و خرماست. 1 کیلو کشمش چی قدر است؟ 200 افغانی. خرما ارزان است، 1 کیلویش چی است؟ 30 روپه و 40 روپه است. کشمش داده کسی؟ باز برو ایرم نداد. بعد از او خرماست، خرما را کسی داده؟ خب جو دو چند است، گندم نیم چند است. اگر گندم 2 کیلو است جو چند است؟ 4 کیلو. 4 کیلو جو قیمتش از 2 کیلو گندم کده چی است؟ خب مردم داده؟ مردم همیشه خورد کم 1 چارک گندم بازوی را در بازار بای میکنه و خوردش هم میکشه. خوردش هم چی میکنه؟ او را در کدام روز میده؟ معتبر قیمت کدام روز است؟ روز عید. باز در قیمتی که منډه‌ای، در قیمت منډه‌ای. او برادر تو در لیسی مریم زندگی میکنی، گندم اینجا بیکو کی چند است؟ تو که تا منډه‌ای را میری 1 کیلو گندم هم میاری چقدر کرایت میشه؟ ها؟ حالی تو در منډه‌ای صدقه فطر میدی یا در خیرخانه زندگی میکنی اینجا صدقه فطر میدی؟ تو در کابل قیمت گندم 1 چارک 20 روپه است. در سری بدخشان در ولسوالی چی؟ بگوی اما واخان میگه در اونجا هم قیمت 20 روپه را تعیین میکنه. در اونجا خو که 1 چارک گندم هم میرسانی 80 افغانی جور میشه. چرا اینطور میکنی؟ ملاها این گپا را نمیزنه خو، نه مردم فهمانده. بس خوش به ایسته که لیست گرفته شا وقت جمع کنه. صدقه فطر در روز عید واجب میشه. در روزی که قبل از روز عید واجب نمیشه. قول راجح است بهترین وقتش روز عید است. روزی چی است؟ عید است. خب برای ضرورت 2 روز پیش هم در حدیث ثابت است که داده شده. چند؟ غیر از او بعد داده نشه. بعضی علما فتوا داده که بعد از 15 روز رمضان اگر داده شه پروا نداره. خب نه، قول محقق نیست. قول محقق 2 روز پیش.